سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. بذارین بچه یه چند تا نکته رو همین اول ویدیو بهتون بگم. دیدید بچه ها بازار حرکت کرد، هنوز اون حرکت اصلی شروع نشده، ولی خب حرکت شروع شد. خب و اگر ما صحبت بر این میکنیم که بیایید بچه ها ویدیو رو ببینید، ویدیو رو دنبال کنید، یا یه سری نکات رو داخل ویدیو عرض میکنم که میگم بچه ها ببینید اینجا یه سری محدوده ها وجود داره که اینجا احتمالا نهنگی ما بخوایم رد کنیم، باید از قبل تمرکز کنیم، حواسمون به این محدوده ها باشه، یا باید بعضا داخل این ناحیه ها پوزیشن باز کنیم. اینا رو فقط گفتم که بدونید بچه ها بازار همیشه همینطوره، یعنی مثلا اونطوری نیست خیلی خوشگله و آروم و گاماس گاماس بیاد جلو که بگه شما آماده این من الان رشد کنم، شما آماده این من الان ریزش کنم، نگاه کن من الان اینجا رو نگاه کن آروم آروم دارم میش کنم، بیا سوار موج من شو. نه بچه اصلا از این خبرها نیست. کلا بازار مالی همینه، بعد تو رو جا بذاری که تو فوموتور تو قیمت های بالاتر بخری، که بعد بزرگای بازار یا تریدرهایی که از قبل پوزیشن باز کردن زمانی که میخوان سیو سود کنن، شمایی که فوموتور و هیجانی یهو وارد بازار میشین، در اصل دارین اونا سیو سود میکنن و سیو سود اونا رو دارید میخرید و اینطوری به جایی نمیرسید. پس برای همین وقتتون رو بدین این ویدیو رو نگاه کنید، خیلی به دردتون میخوره و میگم بعدا فقط کمک خودتونه. بریم الان با هم دیگه بازار رو یک نگاهی بندازیم ببینیم شرایط از چه قراره و یه آپدیتی دوباره با هم داشته باشیم. پس با من همراه باشیم. خب بچه ها اومدیم داخل چارت بیت کوین در تایم فریم روزانه. همونطوری که با هم دیگه صحبت کرده بودیم گفتیم محدوده و لول 110,000 دلار برامون خیلی مهمه. اگر این لول شکسته بشه ما سقف بیت کوین رو شکستیم و وارد فضای جدید و لگ سعودی جدیدی میشیم، و همونطوری که با هم دیگه صحبت کردیم گفتیم اینجا فضاییه که میکرای سلر وجود دارن، یعنی کسایی که اوردرهای فروش گذاشتن، و گفتم رد کردن از اینجا راحت نیست. چرا؟ چون ما در گذشته برخوردای بسیاری داشتیم اینجا و هر چقدر این برخوردا بیشتر میشه، یعنی تمام اوردرهای فروشی که اینجا وجود داره، یعنی طی مرور زمان هی مصرف میشه و به جایی میرسه که دست آخر اینطوری نهنگی معمولا این لول ها شکسته میشه. و همونطوری که بهتون گفتم اگر این لول شکسته بشه افزایش حجم هم داریم. برین بچه ها ویدیو رو ببینید، چون اینا زنجیروار صحبت هایی که من میکنم، اوکی، که متوجه بشین. در حال حاضر ما گفتیم چی؟ گفتیم در پله اول تارگتی که برای بیت کوین در نظر داریم 115,000 دلاره، ولی اگر بخواد تارگت بیت کوین ادامه دار باشه، لولایی که برای بیت کوین مهمن 120 تا 130,000 دلار، یعنی جا داره تا 120 الی 130,000 دلار حرکت کنه. و این لول هم بچه ها به خوبی شکسته شد دیگه. الان یه جورایی تریگر ورود نداریم دیگه. الان مثلا بخوایم هم اثبات از این نقاط بگیریم درصد زیادی نیست، یعنی نمیارزه که شما بخواین از اینجا تا 30,000 دلار هم که بیت کوین بگیرین، کلا 10%. در حال حاضر تو تایم فریم 1 ساعته احتمالاً بخوایم یک اصلاحی داشته باشیم، حتی تا حوالی 113 الی 112,000 دلار ما میتونیم یه اصلاح رو داشته باشیم، و توی برگشتش بعد از شکست این لول میتونیم آقا پوزیشن فیوچرز باز کنیم اگر میخوایم. وگرنه میگم اثبات الان معنی نداره، ولی خب هر اصلاحی که از الان به بعد انجام میده و برگشتش رو به بالا یک کف معتبری برای ما ثبت کنه، تو برگشتش بعد از شکست این لول ها خیلی بهتره برای پوزیشن فیوچرز که بخوایم اقدام کنیم. خب این از بیت کوین عزیز دل. بریم اتریوم دوست داشتنی رو ببینیم. به به، اتریوم هم ببینید بچه ها، من وارد تایم فریم روزانه بشم.
صحبت هایی که کردیم و یک بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم. گفتیم بچه ها لول اصلی و تریگر ورود ما چیه؟ لول 2800، همین حوالی 2800 خورده، درسته؟ گفتم لول 2606 لولیه که باید سعی کنیم ما پوزیشن باز کنیم که بعدن که به لول 2800 الی 2826 میرسیم و اونجا شکست داده میشه و معمولا شکستمون میتونه نهنگی باشه، ما از قبل پوزیشن باز داشته باشیم. الان متوجه شدین که چرا اینجاها تلاش کردیم پوزیشن باز کنیم حتی اگه بعضن استاپ خوردیم؟ برای همین مدیریت سرمایه. شما فرض کنید واسه این فضا 1% میخواین ریسک کنید، میگین آقا من 1% و 4 تا 25 میکنم چون میدونم تو این فضا احتمالاً استاپ زیاد میخورم، تقسیمش میکنم که یه دونه از پوزیشنامو بتونم با موفقیت باز کنم، که اگر ما استاپ های درستی هم میذاشیم تقریبا تو این فضا شاید نهایت 2 بار مثلا استاپ میخوریم. حالا بگذاریم مثلا کاری با این صحبت ها نداریم. بعد از لول 2606 که گفتم میتونیم استاپ بای بزنیم، کسایی که گذاشتن پوزیشنشون الان باز شده، لول 2826 هم شکست دادیم و الان تارگت هایی که برای اتریوم داریم به ترتیب من مشخص میکنم. اینا لولاییه که ما میتونیم حرکت کنیم به سمتش. میگم بچه اتریوم از الان تا بالا کلی مقاومت پیش روی خودش داره و باید کم کم اینا رو رصد کنیم، ولی خب تارگتی که براش مد نظر دارم لول اول 3436 تا 3500، لول دومم 4000. پس الان ممکنه یا ادامه مسیر رو بخوایم نهنگی بریم یا اینکه من الان برگردم توی 1 ساعته، من لولای حمایتی میام اینجا رسم میکنم. یه لول داریم اینجا، من توی 10 دقیقه که بخوام یک نگاه بکنم، این یه لولمون میاد بالاتر، لولمونم بیاد اینجا. پس اتریوم میتونه یک اسلاید تا حوالی 2913 انجام بده یا یک مقدار پایینتر تا این حوالی، یا نهایت برگرده به سمت 2824 پول بک بزنه برگرده بالا. پس اگرم قراره وارد بشین بچه ها بذارین توی اصلاحات وارد بشین. و فیوچرز هم میتونیم بذاریم بچه ها یکم اینجا، یه ساختار بهتری برای ما تشکیل بده. توی برگشتش و ثبت کف بالاتر و اثبات زور خریدارا میتونیم دوباره بعد از شکست این لول و شکست این لول ما پوزیشن فیوچرز باز کنیم. خب برگردیم دامیننس تتر. ببین دامیننس تتر هم همونطوری که بچه ها بهتون گفتم شکست 470 برام خیلی مهمه و بعد از شکست این لول ما دوباره میتونیم برگردیم لول 436 رو تست کنیم که همین حرکت هم انجام دادیم. الان اینجا یکم حمایت داریم میشیم، طبیعیه. اینجا ما میتونیم یه مقدار بازی انجام بدیم و یه ساختار رنج اینجا تشکیل بدیم و نهایت بخوایم این سطح رو به سمت پایین شکست بدیم. پس باید هم به سمت پایین شکست بدیم اگر قرار روندمون ادامه دارتر باشه و شارپتر باشه، نه که اینجا بیایم یه ساختاری رو بازی کنیم و دوباره همین مسیری رو که برگشتیم بخوایم دوباره برگردیم. اما برای اسلام اینو در نظر بگیریم الان اینجا که حمایت شدیم حتی تا لولای 450 460 تا اینجا هم که بیایم بچه ها اوکی اصلاح کنیم و دوباره برگردیم، چون باعث شده که سقف‌های پایین‌تری رو تشکیل بدیم. پس برای ادامه حرکت صعودی مارکت
از دست دادن لول 436 دیگه برامون مهمه. دیگه دامیننس بیت کوین با هم دیگه نگاه کنیم. دامیننس بیت کوین هم طبق همون لولایی که براتون مشخص کرده بودم 65 62 و 65 02 دیدیم که بچه ها لول 65 02 به سمت پایین شکسته شده. الان لول حمایتی دیگه ای که داریم 64 46 و بعد 64 04. ولی تمام این اتفاقات یک نوید رو داره به ما میده. ببینید بچه ها، ببینید تمام این اتفاقات داره یک نوید رو به ما میده. چه نویدی؟ نوید محمدزاده، ببخشید. ببینید داستان از این قراره که الان با این رشدی که توی مارکت انجام شده هنوز بچه ها خیلی جا داریم. یعنی چی؟ یعنی شما فقط همین دامیننس بیت کوین رو نگاه کنید. اگر آلت سیزنی قرار باشه اتفاق بیفته و ما شرایط خیلی عالی رو بخوایم تو مارکت تجربه کنیم، فقط دامیننس بیت کوین از اینجا تا این لول 53 و 54% بریزه، ببینید ما چه سودایی میتونیم بکنیم. نرفتم لولای پایین تر که بگم تا 40 خورده یا 30 خورده اصلاح کنیم و گفتم یعنی حتی از این لول بخوایم بریزیم تا لول 54% ما سودای خیلی جذابی رو میتونیم داشته باشیم. همچنین بذارین تا متوجه بشیم توتال دو رو نگاه کنیم. توتال دو هم خیلی خوشگل لول 1.23 و همون 1.22 بهتون گفتم اگر این لول شکست داده شد باید حتما پوزیشن باز داشته باشید. امیدوارم که گوش داده باشید و گفتم بعضا ممکنه توی این لول استاپ بخوریم و این لول هم اگر قرار باشه رد کنیم نهنگی رد میکنیم و با افزایش حجم هم میبینید که افزایشی شد. خب ببینید الان تازه توتال دو برسه تا این لول ها، درسته خیلی سود میده ولی تازه سود اصلی بعد از شکست این مقاومت هاست. اینجا دیگه فضاهای جدیده، سودای اصلی اینجاست. یعنی میخوام بگم الان ناامید نشین بگین ما دیگه آقای جا موندیم، آره اصلا این مدت هم نیومدیم پای چارت، الان هم دیگه حوصله نداریم بیایم. الان میخوام بهتون بگم که هنوز اتفاق خاصی هم نیفتاده. درسته سری سودا رفتن ولی هنوز اتفاق خاصی هم نیفتاده. این توتال دو بود. توتال رو نگاه کنید. توتال هم بهتون گفتم زود هنگام شکست 337 شکست دادیم. تریگر اصلیمون 348 که گفتم بعد از شکست این لول هم یه تاییدیه برای اینه که وارد مارکت بشیم. ولی الان لولی که برامون مهمه 367، یعنی تازه بازی اصلی از اینجا شروع میشه. یعنی ما این لول رو شکست بدیم، سقف مقاومتی خودمون رو شکست بدیم و تازه وارد فضای جدید بشیم. این توتال دو. بریم توتال سه رو نگاه کنیم. توتال سه هم به همین صورت، یعنی تازه بیاد این لول اینجا رو رد کنه. یه لول دیگه داریم اصلی اینجا، یعنی از اینجا که رد شد تا اینجا سودای اینجا به کنار، تازه سودای اصلی بعد از شکست این لوله. تازه اگرم بریم پیر بیت کوینی یه سری ارزا رو نگاه کنیم مثل اولنج تازه الان حمایت شده، یعنی اومد یه کف سازی کرد، یه باکسی درست کرد، الان شکستشو داده، داره سعی میکنه تثبیت بده بالش که به سمت بالا حرکت کنه. فقط لولایی که من مشخص میکنم، یعنی تا اینجاها کلی سود داریم بچه ها. خب یعنی حساب کنید ما تا اینجاها کلی سود داریم. برای همین میگم بچه ها مارکت رو رصد کنید که از این سودای جذاب جا نمونیم و الان هم ناامید نشین. یعنی هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده، هنوز خیلی از ارزها به پیر بیت کوین مثبت نشن، تازه یه کوچولو حرکت کردن. حالا حساب کنین دامیننس بیت کوین اون ریزشش ادامه بده، دامیننس تتر هم ریزشش ادامه بده، از اون ور توتالمون سقف جدید بزنه، بعد ببینید ارزها هم به پیر بیت کوین بخوان مثبت بشن چه سودای جذابی رو داریم. اوکی
دیگه بذاریم ببینم بچه چیا رو براتون بررسی کردم. اتریوم، بیت کوین، دامیننس بیت کوین، دامیننس تت، شاخصارم که نگاه کردیم. ببینید بچه، توی کامنت ها اگر ارزی چیزی رو میدونید دوست دارید برام کامنت کنین تا تحلیلش رو براتون بذارم. و اینکه لایک رو حتما بزنید، بهتون گفتم این لایکاتون به من خیلی انرژی میده و من باید ببینم که شما هم خواهان هستین. اگر ببینم ریاکشن ها خوبه، کامنت ها خوبه و لایک ها خوبه، من سعی میکنم که از این به بعد چند تا ویدیو درست کنم. یعنی سعی کنم صبح یا نهایت تا ظهر یا قبل بعد از ظهر من یه تحلیل کلی از بازار در اختیارتون بذارم. دیگه بعد از ظهر به بعدم بیام آلت کوین ها رو براتون بررسی کنم. اوکی؟ پس این به خودتون بستگی داره، من خودم هم میذارم، فقط به امید شما نیستم. اما اینکه شما این حرکت رو انجام بدین، یه انرژی توپی به من دادید که من خیلی حرفه‌ای تر برم براتون بررسی کنم و با شوق و ذوق بیام در اختیارتون قرار بدم. چنل حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. نظر و انتقاداتتون هم بچه توی کامنت ها برام بنویسید. از شارت هم دور نباشید. اگر عاشق این فضا هستین، بهترین دوستتون، هر کسی که فکر میکنید اینجاست، باید با چارت رفیق بشید. پس تا ویدیو دیگر بچه ها، بدرود.